سلام علیکم بینندگان عزیز، حالتون چطور؟ خوبی؟ خوشی؟ شبتون بخیر، دماغتون چاقه، احوالتون خوبه، کیفتون کوکه، من خاک پاتونم، من اوچی که همه شما نوکرتونم. دوستان عزیز، با یه برنامه دیگه چاپایدا اومدیم خدمتتون. یک مهمان خیلی خیلی ویژه داریم. نگاه کنید کی اومد اینجا. دوستان مهمان امشب برنامه ما کسی نیست جز چوپان دروغگو. دوستان همه مردم ایران میشناسنش. چوپان دروغگوه. حالت چطوره؟ خوبی؟ لطف کن خودتو معرفی کن. با سلام، من آلبرت انیشتین هستم. چی؟ نه سلام مجدد. ابوعلی سینا هستم، در خدمت شما هستم. بازم که راست نگفتی که. باشه. من حسین رضازاده هستم. نه هادی سایی هستم. هادی کاظمی، هادی مرزبان، هادی هودا. آها فهمیدم. با سلام، من دهقان فداکار هستم. نه سلام، من مادرم هستم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. بنده چارلی چاپلین هستم. علیرضا خمسه هستم. محمد رضا خسروی هستم. آقا من دیگه محمد رضا خسروی هم نیستم. تو که نمیسوزی؟ نه چطور؟ خب قاعدتا باید این آدمی که این همه داره دروغ میگه باید بسوزه دیگه. نه من نمیسوزم. یه رفتی ببخشید. چارپای داغ شده، چطور نمیسوزی تا؟ چیز دیگه، من دیگه بدنم سر شده، اصلا دیگه حس نداره. عجب دوست نمی ولش کن، اصلا نخواستم خودتو معرفی کنه. ببین بریم سر وقت سوالا. بر من بگو که اصلا چجوری شد که تو رفتی توی کتابای درسی؟ عرضم به حضورتون که من یه روز که داشتم از سر کار برمیگشتم، گرگومیش بود، به شب نزدیک شده بودیم که دیدیم صدای سوت قطار میاد، از اون ورم کوه ریزش کرد، صخره‌ها پلپ اومدن خوردم به ری. بعد من چیکار کردم؟ دیدم دیگه زمان ندارم، فیلنمو کندم گذاشتم. این چه بابا دهقان فداکار آقا که ریزعلی خواجوی دیگه همه ایران میشناسنش دیگه. بابا در مورد خودت بگو. باور کردی؟ آقا من دیگه جدی من میگم. من نشسته بودم زیر درخت سیب، داشتم تصمیم کبرا رو میخوندم که دیدم یک سیب از اون بالا طلب خود به سرم قلقل رفت پایین. اون موقع بود که من جاذبه زمین رو فهمیدم. اون نیوتن بود. تو چوپان دروغگویی. اجازه بده آقا، بنده خواننده هستم، با مجوز کار میکنم، اصلا کارهای زیرزمینی به هیچ عنوان انجام نمیدم. میخوای براتون بخونم؟ بزنم به تخته، بزنم به خیلی خوب. اصلا شما درست میگی، هر اسمی که میخواد بگی درست میگی. اصلا شما چارلی چاپلین خوبه؟ آقا خجالت نکش، چارلی چاپلین چیه؟ سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، بنده ویکتور هوگو هستم، در خدمت شما. ای ویکتور هوگو، الان داری چیکار میکنی؟ بنده الان دارم روی کتاب بینوایان کار میکنم. بذار بحثو من ادامه بدم. آیا ویکتور هوگو الان ویکتور هوگوی دیگه. ویکتور هوگو الان خودت گفته. من بنده کوزت هستم، اومدم اینجا دارم کل شهر شما رو میگردم، بسیار فضای قشنگی. خانم کوزت. آقا مرد به این گندگی نمی. کوزت چیه؟ چی تو؟ ژان والژان. من ژان والژانم. عزیزم بالاخره تو ژان والژانی، کوزتی، نمیدونم در ویکتور هوگویی چی؟ تکلیف ما رو مشخص کنی. آقا شوخی کردم. من راستشو بگم. راستشو بگم. مگه میتونی؟ آره بابا چرا نمیتونم راستشو بگم. من میتی کمان هستم. میتی کمانی دیگه. احترام بذار. این هستم. خوبه. من میتی کمان. دیگه کامه. آره. مرد و حرفشو. خیلی خوش آمدین عزیز من. به بانک ما خوش آمدین. بنده رئیس بانک هستم. رئیس بانکی؟ آره رئیس بانک. الان به من میتونی وام بدی؟ وام ازدواج مسکی هم میتونی بدی؟ آره به هر کی که وام بخواد من بهش میدم. الان من میخوام. من با وام ازدواج میخوام. میتونی؟ چند تا میخوای؟
چند تا میخواد چیه دیگه؟ من یه دونه زن میخوام بگیرم، یه دونه باید وام بدی به من دیگه. ببین عزیز من اجازه بده، ما اینجا همه چیمون سیستماتیکه، یعنی این نیستش که همینجوری بیایم وامای میلیاردی بدیم و بعدش هم فک و فامیلمون رو بیاریم و هر چی دلشون میخواد وام بگیرن و برن. فهمیدی؟ همه چی قانون داره. شما بس رئیس بانکی. بینندگان عزیز، من خلبان مرتضوی هستم. پرواز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. بنده خلبانم. خلبانه. بله. خلبانه. بله. خلبانه. بله. بله. بله.